دو ماه شید 2 ماه و 2 روز شید ما همه زندگی داریم خطی همه اویلمون بکسیار مشق میکنه همه گفتیم که خیلی کنیم نمیدونم چند کشید این همه خمه کنیم خیلی نصیب ده بوده همه ما ده غلطی ده نصیبی ما ده همه بوده انا همه میگیم که همه کوشش کردیم مکه طبیب همه کوشش کردیم ها رفیق زنان کوشش کردیم فرزندان نشیدیم چی با انا همه را گفتم که پیش شما بیان شما ما را بفهمونه که برای چی نشیدیم همه را میگم شما میفهمیده باشه چی ده فرزندان نمیشیم چی با چون که شما نو 2 ماه شد زندگی دارید آدمیزاد باید 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت باید تقریبا باید منتظر شود سپس صاحب فرزند شود در 2 ماه اینها صاحب فرزند شدنی هستند 9 ماه و 9 روز این همی یک همسایه داریم بعد توی ما توی کد این همی هفته شد فرزنددار شده چی با همین ما گفتیم که شما نپرسیم که شما میفهمیده باشه ما هم فرزنددار میشیم نمیشیم همین را گفتیم ما شما پرسیم پیش شما اومدیم نقص کردیم اومدیم چی با در 1 هفته فرزنددار شدم 1 هفته ده این آوازه من فهمیدگی بدم یکی این سفسطه کی گفت در 1 هفته فرزنددار میشده برای فرزنددار شدن باید شما معالجه طبی رو باید بگذارید معالجه طبی رو شما باید حتما بگذارید بازی من با شما یک معالجه طبی می نویسم حتما بعد از 4 ماه شما مرا خبر میگیرید فهمو بعد 4 ماه برای چی بعد دینیم 3 ماه نه بعد 4 ماه گفته چی با ای برادر اگر 4 ماه 5 ماه 6 ماه کی امی مردک چطور قدیلم پر نیست شما کار کنید دیگه پر شود چی باید دلی پر نیست چی با برای مهر دادن برای که فرزند به دنیا آید مهری زن هم به این لازم است که شوهر رو به خود دقتش رو جلب کند ای اکا امی در مهری زیاد میشوه این مهری که شما دارید از کجا این تمام مهری که من باید دارم سگ با استخوان نداره برادر گنده مهر دارم من گفتم بعد از 4 ماه خبر میگیرم من معالجه طبی بعد از 4 ماه شما مرا خبر گیرید رحمت کی طبیب رحمت مومن نداره شما کی طبیب بعد چند بعد 4 ماه گفته شما بعد 4 ماه با شما رو خبر بعد 4 ماه حتما نکی یکی اگر بعد 3 ماه هم اومدیم خیلی قبول کنیم مالش اگر قبول هم نکرده چی با یکی میایم حتما مالش حتما ای حاجی عذر ما مورد این نرزی در نکنید کارا نکنید نه اکبی برای شما میگه کمی ما کرم شما رحمت اکی طبیب خیلی مخمور اپل میکنم مالش اکی تو رحمت می ندار رفیق زنک مرا بیا پیش روی بعد از 4 ماه بعد از 4 ماه گفتم حتما بعد از 4 ماه خبر گیر مالش خوب رحمت بیا شما مالش سلامت باشید خوش اومدید دل زاری مرا السلام علیکم اکی طبیب جون و علیکم برسلام و علیکم سلامتیتون سوزه رحمت شما بود باشه رحمت خوش از چی شکایت میکنید اکی طبیب جون خوش باور کنه همین روزا راه میگردم به نهایت مونده میشم همین میخوام یه جا دم گیرم همین نفس کشیم تنگ میشه همین کوچه میبرم راه رو میبرم ای خودم ایزو میکشم شکمم دم فر بشیدم میخوام که خودم خراب کنم اکی طبیب جون همین با توصیه شما نیاز دارم اکی طبیب جون یکون توصیه خوب میدادن که ما خراب بشیم طبیب جون یعنی شما از فربگی شکایت دارید؟ ها اکی طبیب جون از فربگی شکایت دارم این آسان این آنقدر هم دشواری ندارد ولی من با شما یک داروخط می نویسم وقتی شما از روی همین داروخط من عمل میکنید حتما تمام روغن های عضوهای بدن شما آب شده می رود شما خودتون رو بردم و سالم به خود میکنید انا که گوش کنید توصیه ما رو گوش کنید سحر 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات عبید باشد 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات انا بگاه باشد 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات فهمو؟ اکی طبیب جون همین گفتگوی شما رو ما بخورم خراب میشم بله گفتم کو سحر 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات عبید 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات بگاه باشد 2 دانه پیچین 1 کاسه جرغات مرحبا یعنی که سحر عبید بگه یک تفسیر ها بله گپ نیست اکی دکتر جون هزار رحمت سلامت باشید وقتی که زنده باشید اکی کارهایتون نمیشود شما نکنید کارتون هر کار سفیدی داره اکی طبیب جون رحمت زنده باشید چل میشه بایی هم تفسیر رو گیرید شما حتما همین کارو شما حتما کنید اکی طبیب بله همین گفتگوی شما را پیش ای آقود بخورم یا بعد یا آقود